لاکچری ترین و گرون ترین ماشین ایران خودرو بالاخره قراره به بازار بیاد. ریرای ایران خودرو که بالاخره بعد از 5 6 سال از طرح اولیه شده، 2 سالم که هی تو این نمایشگاه اون نمایشگاه نسخه پروتوتایپشو گردوندن که ویدیو قبلش هم براتون گذاشتم، بالاخره قراره به بازار بیاد. تو این ویدیو مقدار باهاش آشنا بشیم ببینیم چه مشخصاتی داره. سلام، من حمید رضام. خوش اومدید به خانواده احترام. اومدید نمایشگاه بین‌المللی قطعات نگاهی به نمایشگاه بندازیم و ویدیوهاشو براتون بگیریم. موتوری که روی ریرا قرار گرفته موتور EFP یا حالا همون EFC یعنی بهینه یافته است که یه سری ارتقاهایی داشته از لحاظ سرسیلن، رنگ و پستانی را خود رو میگه. یه موتوری حتی جدیده و خیلی تغییرش دادم که حالا اینا باید بیشتر بررسیش کرد. توی ویدیو جداگونه اونا براتون بررسیش می‌کنم. ولی 160 اسب خورد 240 نیوتن متر گشت آور داره و با یه گیر باکس سرعتی اتوماتیک AT به چرخ‌های جلوی این توانو منتقل می‌کنه. گیر باکس این ماشین یه قابلیت جدیدی که روش اضافه شده حالت خلاص خودکارا داره که توی ترافیک شما 3 ثانیه 4 ثانیه که پاتون بره روی ترمز حالت خلاص رو براتون فعال می‌کنه. وقتی بخواید شروع به حرکت کنید دوباره گیر باکس توی حالت دراوی همون دی قرار می‌گیره. فیس جلوی این ماشین سانتافه 2020 نمای کناری و پلتفرم پژو 2008 نسل اوله و نمای عقبش هم یه مقدار پژو 2008 نسل دومه و حالا یه شتر گافلنگ است، ولی به نظر من یه حرکت بیشتر جلوه برای ایران خودرو و قابل قبول. بریم سراغ جزئیات ماشین. چرا از ترند چراغای دو که توی ماشین استفاده شده، چراغای بالا LED ان، راهنما دیلایت این بالان و چراغای اصلیمون پایینن که متاسفانه از تکنولوژی چراغای LED استفاده نشده و هالوژنی ان و خب این نکته منفیه برای ماشین. چراغای کورنرینگ هم داریم که توی پیچ شما دید بهتری داشته باشید. در روشن میشن توی پیچ شما دید بهتری دارید. جلو پنجره‌مون خیلی بزرگتر راه شده خب برای بس خنک شدن بس اون رادیاتور ماشین و لوگو ایران خودرو هم می‌بینیم دیگه چیز خاصی نیست. توی نمای کناری ماشین همون پژو 2008 یه مقداری میتونیم ببینیمش ولی یه مقداری حدود 5 سانت ویل بیسش همون فاصله محوریش فاصله تایر عقب جلو بیشتر شده نسبت پژو 2008. اینگاه 18 اینچی داریم و این پلاستیک کاریایی که یه مقدار اون کراس اوور بودن ماشین رو بتونه بهتون القا بکنه. بعد یه نمایشگاه دیگه شلوغیاشو خودتون ببخشید. آینه بغلای به شدت بزرگی داره ماشین و یه نکته دیگه هم که من دوستش نداشتم طراحی اینقدر در اینا بیا چرا اینقدر بزرگ از دست من که اینقدر دستم بزرگه، واقعا بلند بزرگتره من دوستش ندارم، ولی در کل طراحی خوبی داره. یه مقداری اینجا کروم کاری داریم، رکوف این بالا رو داریم و سانروف هم که دیگه از اونجا میبینید داخل ماشین نشونتون میدم. توی نمای عقبی خودرو یه اقتباسی از پژو 2008 نسل جدید شما میتونید ببینید. این چراغ هم یه مقداری شبیه به سورن پلاس خود ایران خودروه و خب جالبه نمای عقبش یه مقدار به نظر من شلوغه و خب شاید من زیاد دوستش نداشته باشم. یه نکته دیگه هم داره این قسمت، حالا توی رنگ ماشین معلوم نیست ولی توی رنگ سفید شما میتونید مشهودو ببینید که یه تیکه و این ستون عقب مشکیان و متفاوته از باقی رنگ خوده و دو رنگ. ماشین در صندوق برقیو داره که الان اوکی باز شد. فضای داخلش رو بخواید یه نگاهی بندازید، فضاش نسبت به ابعاد ماشین واقعا به نظر من کمه و کوچیکه، مخصوصا برای خانواده ایرانی. خروجی برق داریم این طرف، اینو بگید به خروجی برق داریم و نسبت به ماشین ایرانی همین خودش آپشن محسوب میشه. صندوقش خوشبختانه یه چیزی که توی صندوق هست، رینگش به صورت رینگای فرغونی که توی ماشین چینی می‌بینیم نیست و خود رینگ اصلی ماشینه و این خودش نکته مثبتیه، ولی خب فضاش به نظرم کمه و مناسب نیست. این هم دکمه بس شدن درشه و در صندوق هم از توی مانیتور داخل ماشین ارتفاعشو میتونید تنظیم کنید که تا چه حد بیاد بالا و پایین. توی نمای داخلی نسبت به اون ماشینی که توی نمایشگاه اتو اکسپو تهران براتون گرفتم، خب ماشین دیگه نسخه نهایی دیگه واقعا تغییرات خیلی بهتر بوده. اینجا پلاستیک خشک ولی خب از اون افتضاحی که توی اتو اکسپو تهران بود خیلی بهتره. همونجا هم گفتم به اون ماشین ایراد نگیرید. چرا؟ چون که نسخه پروتوتایپ و کلی ایرادات داره. توی نسخه‌ای که اینجا می‌بینیم واقعا همه چیز خیلی به نظرم طراحیش که واقعا شکل و خوبه. بحث کیفیت میمونه که خب دیگه محصولات ایرانی و دیگه همه میدونیم چه خبره. این بالا پلاستیک خشکه، اینجا یه مقداری ساختاش و چرم کار شده که نرم است و دوخت سفیدی هم داره که حالا امیدوارم توی مرور زمان کیفیتش خوب بمونه. بریم سراغ فرمون ماشین. یه فرمون دو شاخه رو می‌بینید که واقعا هم طراحیش خیلی خوب و زیباست و یه مقداری تقلید از خودروهای مرسدس. فرمونمون پدال شیفت داره، پشت فرمون داره برای تعویض دندتون که حالت اسپورت تو رانندگی داشته باشید. فرمون هم دیکاته و کروز کنترل و محدود کننده سرعت هم روی فرمون می‌بینیم. حالت‌های مود کیلومتر هم اگه اینجا بتونم تغییرش بدم میتونید عوضش کنید. فقط من یه لحظه من
پیداش کنم خیلی خوب میشه. ببینید با اینجا میتونید اطلاعات خود رو عوض کنید، به رسانه‌تون برید، خیلی آپشن رادیو اینجا هر مودی تغییر بدید اینجا بهتون نشون میده، تنظیماتش، خدماتش. و بریم توی تنظیمات ببینید چه خبره. تنظیم خیلی هم روونه انجامش که خوبه. تمش رو میتونید تغییر بدید. یه لحظه من پیداش کنم دوباره. تم. خب ببینید هر تمی رو شما میتونید تغییر بدید. یه سری تم‌ها براتون داره که خب واقعا اینا خوبه، کیفیت ثبت‌نامه‌اش هم واقعا خوبه، به نظر من حتی میتونه بهتر باشه. کلاسترمون هم واقعا روونه، کیفیت رنگش خوبه. یه سری جملات جالبی هم نوشته، در تماس باش، میره توی تماس، حس خوبه، تازگی. فکر کنم تهویه‌تون باشه، راه تو را میخواند، مسیر یابه. و یه سری نکات خیلی جالبی هم داشت که واقعا برام جالب بود. ارتفاع در صندوق عقب میتونید اونجا تنظیم کنید. کلیدا قبلا یه سری کلید بود توی نمایشگاه اتو اکسپو تهران که اینجا دیگه نیست و این نسخه نهایی، اینم تهویه مطبوعه ماشینی که به صورت اتوماتیک و تک کانال است. یا این وسط استارت استاپ انجین، کنترل پایداری و لغزش ماشین، مدای ماشین هم میتونید تغییر بدید. و اینم کنترل حرکت دست سراشیبی. موس داریم بالاخره توی ماشین ایرانی. صداش هم خیلی جالبه، گوش کنید. بالاخره توی ماشین ایرانی موس رو دیدیم و این جالبه. و میزنید میره هوم، اینم ولومشه. و دست دندمون هم اقتباسی از پژو. کاپل را می‌بینیم. یه نکته خیلی جالب دیگه توی ماشین هست، نورپرداز داخل ماشین داریم که قابل تنظیمه، روی تمام درها داشبورد و حتی توی جالیوانیامون هم هست و این خوبه. ترمز پارک برقی اتو هولد داریم. یه زیرانجی خیلی کوچیک داریم که خب این پلتفرم پیش 2008 و اونم واقعا زیرانجیش کوچیک بود و اندازه یه دست بیشتر نیست. داخلش چی داریم؟ یه فضای خیلی کوچیک. خب صندلی‌ها این گرم کن دو طرف دارن. این طرف 6 جهت برقی، این طرف مثل این که 2 جهت برقی، 2 جهت هم عقب جلوش ریلش که به صورت مکانیکیه. سانروف رو داریم که ببینیم سانروفش اندازش معمولی، خیلی بزرگ نیست، خورده نمیتونیم بگیریم. چراغای سقفش قشنگه، این دیزاین رو من واقعا دوست دارم. و صندلی‌ها ارگونومی خوبی دارن، ترکیب چم و پارچه هم هستن و همین دیگه. چیز خاصی به چشم نمیاد بهتون بگم. فضای عقبش که میشینید واقعا فضای سر به شدت خوبی داره. من با قد 1.90 خیلی راحت نشستم. فضای پاشم واقعا خوبه و از لحاظ جاداری حرف نداره به نظر من توی ماشین ایرانی. ولی یه سری ایبایی هم داره. صندلیاش یه مقداری به نظرم نیمکتی و جالب نیست. راستی مثل اینکه صندلیاش فکر کنم بخوابه و فضای صندوقش هم بیشتر بشه. زیرارنجیو داریم ولی جنس این پارچه رو من واقعا اصلا دوستش ندارم. دو تا کاپل داره، خیلی ارتفاع کم داریم. بیا جلو. یه خروجی برقی اینجا داریم ولی دریچه تهویه اصلا نداریم. خب این خیلی بده، یعنی واقعا اصلا خوب نیست. تا اینجاش جلوش خیلی خوب بود. این مقدار عقبش این مقدار کویره. چراغ سقفی هم داریم که طراحیش خوبه، نورش هم یخیه. که خیلی شلوغه و خب یه سری چیزا از قلم انداختم توی داخل ماشین، گفتم اینجا ویدیوشو بگیرم براتون بگم. 4 تا ایربگ داریم، رادار نقطه پورو داره ماشین که نکته خوبیه. دوربین 360 درجه رو داریم و اینم نکته خوبیه. ولی خب کیفیت دوربین خوب بود ولی کیفیت گرافیک ماشین من دوست داشتم. یه مقدار اسباب بازی بود و کنترل پایداری، کنترل لغزش و سامانه‌های کمک حرکت در سر بالایی و سر پایینی هم داره. آینه الکتروکرومیک هم داشت. در آخر هم باید بگم که خب ماشین از لحاظ بازم کیفیت مونتاژ واقعا پایین، یعنی که منحصر خودروهای داخلی از لحاظ کیفیت مونتاژ واقعا به نظرم به شدت ضعیفه. ولی خب از لحاظ آپشنی واقعا خوب بود. مثلا داخل ماشین کیفیتش من بیشتر از کیفیت بیرون ماشین قبول داشتم و خوب بود. از لحاظ طراحی هم گفتم که خب یه سری اقتباسایی شده بود ولی در نهایت بازم به نظرم مورد تایید و قابل قبول این ماشین. ولی باید ببینیم که چه قیمتی به بازار میاد. به گفته خودشون روی حدود 1 تومن 1 میلیارد تومان قراره توی بازار بیاد و خب با اون قیمت قشنگ خیلی راحت میتونه با X55 X33 کراس و اینا رقابت کنه و خب اولین کراس اوور ملی دیگه باید بیاد تو بازار رو ببینیم چه بازخوردی داره.